نزدیک 300 شهروند توجیکستان با سبب بسته شدن مرزهای قرقیزستان در فرودگاه بیشکک بند ماندند و به آنها اجازه ورود به خاک قرقیزستان داده نشده است. نزدیک 200 مسافران با هواپیمای شرکت سامان ایر شب 25 مای از دوشنبه وارد بیشکک شدند. همزمان نزدیک 100 مسافر دیگر که از شهرهای گوناگون روسیه آمدند یا می‌خواستند به روسیه پرواز کنند در منطقه ترانزیتی فرودگاه بیشکک درماندند. این مسافران به رادیو آزادی گفتند هیچ کس پیش از پرواز آنها را آگاه نکرده است که مرزهای قرقیزستان برای شهروندان توجیکستان بسته شدند. این در حالی است که روز 24 مای улуғбек марипов رئیس دیوان وزیران قرقیزستان گفت که چند پیش درباره کاملا قطع کردن رواها توسط مرز دولتی با توجیکستان قرار قبول شد. او گفت این وضع تا زمان حل بحث‌های مرزی ادامه خواهد کرد. مقامات توجیک میگویند رسما در این باره آنها را آگاه نکرده بودند و مقامات هوانوردی قرقیزستان برای پرواز هواپیما به بیشکک اجازه داده بودند. ابوبکر شودیев کنسول توجیک در بیشکک گفت که تلاش دارد مشکل را در گفتگو با مقامات قرقیز حل کند، ولی این مقامات برایش گفتند که هواپیمای سامان ایر باید به توجیکستان برگردد. او گفت از این وضع مقامات توجیک آگاهند و با مقامات قرقیز برای حل این مشکل گفتگو دارند. مقامات قرقیز گفتند که ورود شهروندان توجیکستان به خاک این کشور از روز 24 مای منع شده است. خبر بسته شدن مرز با توجیکستان در رسانه‌های قرقیزستان روز پیش با تکیه به گفته улуғбек марипов رئیس دیوان وزیران قرقیزستان پیدا شد. او گفته بود که تا حل مسئله ها مرز بسته میماند. 25 مای کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان شرحی را به نشر رسانده گفت که بنا بر قرار حکومت قرقیزستان از 21 مای سر کرده برای شهروندان توجیکستان در رواها به واسطه قلمرو قرقیزستان محدودیت‌های موقتی جاری می شود. اما بنا بر این شرح محدودیت‌ها به گذرگاه‌های زمینی کولوندو автодорожный، Кайрагач автодорожный، Кизилбел автодорожный، Бортебо автодорожный و Карамик автодорожный дахл доранд که در مرز بین دو دولت جایگیر میباشند. همزمان کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتی دو کشور و اعضای عائله‌های آنها، اینچنین کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتی دولت‌های خارجی، تشکیلات‌های بین‌المللی و اعضای عائله‌های آنها از این قرار استثنا میباشند. در شرح کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اینچنین گفته میشود شهروندان جمهوری قرقیزستان که در قلمرو توجیکستان هستند می توانند به قرقیزستان برگردند و شهروندان جمهوری توجیکستان که در قلمرو قرقیزستان می باشند می توانند توسط گذرگاه‌ها در سرحد دولتی قرقیزستان به توجیکستان بروند. در این قرار درباره راه‌های هوایی چیزی گفته نشده است. مقامات هوانوردی توجیکستان میگویند از داخل داشتن قرار به راه‌های هوایی خبر نداشتند. روزهای 28 و 29 اپریل امسال در مرز توجیکستان و قرقیزستان نیزو سر زده. در نتیجه آن از هر دو جانب 10 کس کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.